خسرو کیه؟ یا ابوالفضل این کیه؟ خسروی بی غیرت، بیا کارت دارم. ای وا این دار دستی یه وجود داری، بیا ببینمت خسرو. ای خدا یا همون لاتولو خسرو کیه؟ با هیچ کدومتون کار تخمم ندارم. سر جاشه؟ آره فقط خسرو بیاد جلو. از طرف یحیی پیغام شر دارم با برات. توان نرو ولش کن. خسرو کیه؟ خسرو منم. چطور؟ فرمایش. از طرف یحیی برات پیغام دارم. تا پایان ساعته داری مریم رو طلاق میدی، فهمیدی؟ این تخمم سر جاش بود. آره بود سر جاش بود. آره بود مریم سهم یحییه، نه تو. بهش بگو هیچ غلطی نمیتونی صدا تو بکنی. بالا نیار. حالا میارم چه غلطی میخوای بکنی؟ میخوای همینجا چاقو پیچت کنم؟ با زندگی خداحافظی کن. من بهت گفتم تو ناموس منو دزدیدی. خون تو همین امروز اگه نریدم یگر نیستم. ببند دهنتون. یا لشت منو داشته میکشم. لشت منو دیلو. این تو فسیقه مرا بیرون نیستایی. بخی مودی خود بشون. همین زندگی من تو یا دست بکش شیطان لعنت. بابدن دیره بابدن ما اینو بکشم. من خونه باید امروز بکنم. مریم اسم چطور دهن کسیفت نیم. جانی بین ما عجب رسمیه رسم زمونه قصه برگار لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ای خسرو جان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. با قرآن شکایت میکنه پول اعدامشون میدم. باشد خونسرد باش. بعد از هفتم میریم خودمون پیگیرش میشیم. تا اون موقع از ایران فرار کردیم. همین امشب باید دستگیر بکنیم. خودم ما یه بار خون دادیم بس خیلی سر نماز. سوازه کیه؟ آقا خسرو یه ماه پیش 30,000 تومن از من دستی گرفت بود. الان دارم میگم مدیون داشتی.